بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، کمپاین زمستانی ما آغاز شده. می‌خواهیم که شما هم در این کمپاین اجر و پاداش ببرین. قرار است 5000 خانواده را ما در مرحله اول کمک و دستگیری کنیم. زمستان سخت و طاقت فرسا، بعض خانواده ها حتی بخاری ندارند. ما در برنامه خود بخاری را جا دادیم، کمپل را جا دادیم، البسه را جا دادیم. امروز به خاطر این موضوع به ولایت زیبای پکتیا آمدیم. اکثریت ولایت‌های افغانستان شامل خواهد بود طبقه نیازمند. پس بیاین شما یک وقت غذای عادی بخورین، سهمش قرار بتین به فامیلای یتیمدار و نیازمند که از اجر و پاداش خالی نخواهد بود. ما انشالله خود ما را وقف رضایت الله متعال شما عزیزا که پل ارتباطی میان شما و این نیازمندا باشیم قرار دادیم. پس شما خانواده های نیازمند فراموش نکنین. ما در کمال امانت داری مثل سال گذشته که در سختین حتی با ولایت غور رفتیم الحمدلله سال گذشته و امسال نیز میخوایم با دورترین و محلاتی که کمتر نهادهای خیریه رفته و با بعد فراموشی متاسفانه اونا سپرده شدن، ما اونجا نیز از پای فامیلای نیازمند خواهیم رفت. سلام علیکم. هنيئا لمن أخلص